سلام بچه های خوب کلاس 11 درس شیمی صفحات 59 و 60 کتابتون رو با هم مرور میکنیم. بحث جاری شدن گرماست. دو تا مطلب اینجا در ابتدای درس عرض کنم که ما چیزی که مطالعه میکنیم رو اصطلاحاً بهش میگیم سامانه و فضای اطراف اون رو بهش میگن محیط. فرض کنید ما یک لیوان شیر داغ 60 درجه رو در اختیار داریم. وقتی این شیر 60 درجه رو ما شروع میکنیم به خوردن، بعد از یه مدت در بدن ما دمای این شیر به 37 درجه سانتیگراد میرسه و اختلاف این دما جذب بدن همون محیط خواهد شد. اگر شروع واکنش رو Q1 در نظر بگیریم و انتهای واکنش رو Q2، دلتا Q از راه Q2 منهای Q1 به دست خواهد اومد و چون Q2 کوچکتر از Q1 در نتیجه دلتا Q کوچکتر از 0 خواهد اومد. اما گاهی اوقات ما شیری که مصرف میکنیم با زمانی که این شیر وارد بدن ما میشه تغییر دمایی صورت نمیگیره و اختلاف دمای بین شروع واکنش و پایان واکنش وجود نداره. اما با این وجود دلتا کیو کوچکتر از 0، یعنی واکنش گرماده. پس این گرما از کجا اومده؟ این گرما از راه سوخت و ساز این شیر در بدن ما در داخل سلول ها به دست میاد. در نتیجه باز به همین حالت خواهد بود، یعنی Q2 منهای Q1 کوچکتر از 0 خواهد شد و این واکنش باز گرماده که مربوط به انرژی پتانسیل داخل شیره، نه تفاوت بین دمای واکنش دهنده و فراورده ها. این دومی مطلب. سومی مطلبی که در صفحه 60 کتابتون اومده سوختن گلوکوز در داخل سلوله که با Q1 نشون میدیم و پایان واکنش رو با Q2 و دلتا Q از راه Q2 منهای Q1 به دست میاد. و در اینجا باز اگه دقت کنید Q2 کوچکتر از Q1 و در نتیجه دلتا Q کوچکتر از 0 میاد. اینم مثل مثال قبلیه، یعنی گلوکوزی که شما میخورید و وارد سلول میشه در ابتدا و انتهای واکنش دمای اون ثابت مونده و علت تغییرات دلتا کیو به خاطر وجود انرژی پتانسیل یا همون انرژی درونی که گلوکوز داره و ضمن این واکنش شیمیایی حدود 280 کیلو جول 2808 کیلو جول انرژی آزاد میشه. منفی به معنای آزاد شدن یا همون گرماده بودنه و انرژی لازم برای انجام فعالیت‌های زیستی بدن از این طریق تامین میشه.